سلام خدمت همه دوستان عزیز. بچه ها امروز میخوایم معرفی این ربات جدید رو انجام بدیم، ببینیم چه جوریه. وارد لینک میشیم. وقتی وارد لینک شدیم باید روی این گزینه این که سبز هست روی این بزنیم. خب اینجا نوشته میگه اگه شما 0.20 تون اگه بذارین، بعد از رشد این محصول گوجه 0.35 سود میکنین، یعنی تا حدودا 75% سود میده. بعد میگه اگه مثلا بلال بکاری اینقدر سود میده بهت، نمیدونم هویج بکاری اینقدر سود میده، کدو بکاری اینقدر سود میده. ما میخوایم که از اینا بکاریم. من الان یه گوجه کاشتم، میخوام که یه دونم بلال بکارم. ببین روی این میزنیم، روی این 60. بعد ببین چی نوشته موجود کافی نیست، میخوای پرداخت کنی؟ میگم بله. روی این میزنم، بعد اینجا 60 رو انتخاب میکنم و روی این میزنم، میاد داخل ولت کریپتو بوت. بعد پلی رو میزنم و منتظر میمونیم تا پرداخت بشه. پرداخت شد. اینجا ببینید چی نوشته شما فاکتور رو پرداخت کردین 0.6 تون، یعنی $3.52 و میتونی بری توی بازی الان. خب ما میایم تو بازی میبینیم که بله پرداخت شده و اینجا میتونیم ببینیم که نگاه کنید ترجمه رو بزنیم. میگه شما با موفقیت ذرت کاشتید، پس از رشد درآمد شما از محصول خواهد بود 0.85، یعنی ما حدودا 0.25 تو همین سود میکنیم. حالا من یه گوجه دیگه فکر کنم پول داشته باشم بکارم. نه، میگه فقط از هر محصول یه دونه میتونی بکاری، یعنی یه دونه گوجه، یه دونه بلال، یه دونه هویج و یه دونه کدو. با برنامه‌ش هم معتبره. من خودم حدودا الان 1 تن سرمایه گذاری کردم توش، حالا بیشترش هم میخوام بکنم. بازی چیز کنید، واردش بشید که سود خوبی فکر کنم بده بهمون. همین، چیز خاص دیگه ای نداره. فقط واسه برداشتش هم میتونید بیاید اینجا روی این برداشت بالانس بزنین، آدرس کیف پول بدین و اندازه رو بزنین و برداشت کنین. حالا من دوباره فیلم برداشتم براتون میسازم. اگه خواستین مستقیم به اینم به خودشم پرداخت کنین، میتونین با این فلش رو به بالا پرداخت کنین اینا رو. همین، چیز دیگه ای نداره. یه مقدار سرمایه بذارین، اولش میخواین با یه گوجه شروع کنین یا یه بلال تا ببینین چطوریه. خدا نگهدار.